نتایج مسابقه‌ای که هفته قبل تحت عنوان اثرات اطاعت در استحکام نظام شرعی میان 500 تن جوانان از سوی اداره علمی و تحقیقاتی اسارم و در همکاری ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت لغمان برگزار شده بود اعلام گردید. در این مسابقه جوانان و نوجوانان از بخش‌های مختلف ولسوالی فرجغان شرکت کرده و از میان آنان 18 تن به عنوان برندگان برتر شناخته شده و جوایز را دریافت نمودند. هدف از برگزاری این مسابقات ایجاد انگیزه در میان جوانان و ترویج فرهنگ مطالعه در جامعه عنوان شده است. مولوی عبدالنور رسولی رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت لغمان بر اهمیت این گونه برنامه‌ها در رشد فرهنگ مطالعه و آگاهی نسل جوان تاکید ورزید. هدف د دې سیالۍ یو خو د مطالعې سره اشناوالی ده او بل د ځوانانو مصروفتیا ده چې ټوله ورځ په کرکټ او په فوټبال باندې مصروف وي، موږ چې دوی مطالعه وکړي او مطالعه سره ځان اشنا کول او دغه فکری سمون ده چې دوی ورسره د خپل فکر ورسره اصلاح شي. در محفلی که به این مناسبت در ولسوالی فرجغان تدوین شده بود، اشتراک کنندگان امتحان ضمن قدردانی از رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت لغمان بر ادامه راه اندازی چنین مسابقات آموزشی تاکید کردند. تشکری میکنم از رئیس اطلاعات و فرهنگ چنین مسابقات برگزار میکنه در بین جوانان تا سطح دانش جوانان چگونه بالا ببره و انگیزه بده به بقیه. رئیس اطلاعات فرهنگ بسیار تشکری میکنیم که امتحانات دیگه راه اندازی بکنه که در ولسوالی فرجغان در 20 سال گذشته هیچ گونه توجهی از طرف ریاست اطلاعات فرهنگ صورت نگرفته بود. پیام ما به جوانان است که ان شاء الله تلاش کوشش بکنن دیگه راه اندازی از طرف ریاست اطلاعات فرهنگ میشه. این باعث پیشرفت جوانان میشه. وقتی جوانای کتاب مطالعه کنن هم حافظهشان قوی میشه، هم آگاهی پیدا میکنن. عبدالعزیز پاییز، فرجغان میدیا، لغمان.